نام یاد خدا. سلام خدمت همه این جلسه گرامی. امیدوار هستم همه شما جور و صحتمند و سلامت باشید. این جلسه گرامی در این جلسه قرار است که ما قطع یک زینه دو مارشه را رسم کنیم و ببینیم که چگونه باید این را ترسیمات انجام بدیم و همچنان بعضی استانداردهای معمولی که در قسمت راپله ها وجود داره در جریان از این ویدیو ما برای شما خواهیم گفت. کار اولی که لازم هست باید انجام بدیم این است که اینمی راپله‌ای که وجود داره یک چرخشی بدیم تا یک زاویه دید ما تغییر بکنه، یک زاویه ببینیم که اینمی تمام اینمی راپله را بتونم زاویه پوشش بده و ما بتونیم بنگریم. ابتدا یک چرخشی به اینمی راپله خود میدیم تا ای که یک چرخشی به اندازه 180 درجه را چرخش میدیم تا ای که اینمی زاویه دیدی که ما قرار است نگاه بکنیم تمام اینمی راپله را پوشش بده تا ای که ما بتونیم یک دید بسیار کامل و واضح از راپله داشته باشیم. حالا میاییم روی قد گرفتن از راپله. قبل از اینکه از راپله قد بگیریم چند استاندارد که معمول هست و طبق استانداردها هم هست را تذکر میدیم. اول چیزی که لازم هست که گفته شود این است که معمولا اینوی چوبای زینه طبق استانداردها و به صورت معمول چوبهای زینه نباید عرضشان از عرض اینمی مارش زینه کمتر باشه. شما فرض کنید اگه دی راپله دقت بکنید اینی مارش زینه ما 120 سانتی متر هست و همچنان اینی چوب زینه ما اگه دقت بکنید هم 120 هست و این 120 حداقل است. یعنی شما حداقل باید اینمی چوب زینه هایی که در نظر میگیرین 120 باشه. حالا معمولش هم از 120 تا 150 سانتی متر است که شما میتونید 150 سانتی متر همینا را در نظر بگیرید. و چیز دیگه که وجود داره این است که معمولا ارتفاع راپله ها به صورت معمول بین 15 تا 19 سانتی متر میتونیم بگیریم، ولی استفاده زیادی که میشه و معمولا جلسه های باز زیاد میگیرن و را اما ارتفاع 15 سانتی متر است که اینا رو میگیرن. البته در مکان های عمومی مثل مثلا مساجد و بعضی مکان های تجارتی، مکان های ساختمان های دولتی اینا ارتفاع زینه ها را کمتر از 15 سانتی هم میگیرن، یعنی 14 سانتی تا 13 سانتی اندازه را میگیره و دلیلش هم این است که در اینمی ساختمان های مثل مساجد و مثل ساختمان های دولتی در اون خب اینمی خب پیرمردا هم هستن، زیاد هستن، پدرها و افرادی که خلاصه مسن هست پیرمرد هستن، اونا نمیتونن که مثلا 15 سانتی متر رو رفتن از یک راپله یک 15 سانتی متر است برای از اونا کمی مشکل است. یا ای که مثلا در مکتبا که خلاصه در اون شاگردای صنف 1 و 2 و 3 هست، خب اینمی راه رفتن از راپله که ارتفاعش 15 سانتی متر هست برای از اونا مشکل است. به این خاطر نظر به اینمی موضوعات این ارتفاع از این پایه ها کم زیاد هم می شود، ولی اونمو چیزی که معمول زیاد استفاده میشه 15 سانتی متر است که اون 15 سانتی متر هم حد اوسط است. شما میتونید 16 بگیرین، حتی میتونید 17 18 بگیرین یا مثلا کمتر بگیرین 14 13 هم میتونید بگیرین که نظر به اون نوعیت ساختمانی که در کار میکنین بستگی داره. و موضوع دیگه که وجود داره عرضی هر یک از پتاپایه هاست. عرضی هر یک از پتاپایه ها چیزی معمولی که میگیرن 30 سانتی متر هست، 30 سانتی متر هست و همچنان هم قابل تغییر هست
یعنی دقیقا همین نیست. خب حد اکثرش همین 30 سانتی متر هست و بعضی از این جلسه‌های با 28 سانتی هم میگیرن. 28 سانتی میگیرن دلیلشان این است که 2 سانتی متر بعد از اینکه مثلا اینا سنگ کاری میشه یا بالاخره وقتی که کانکریت ریزی میشه یک سنگ کاری و اینا بالایش سنگ مرمر و اینا یا دیگه سنگ ها قرار میگیرن، 2 سانتی متر رو در نظر میگیره و خود اسکلتش اسکلت هنگ کانکریتیش 28 سانتی در نظر میگیرن. حالا بعضی هم 30 در نظر میگیرن و همچنین هم قابل نظر به موقعیت ساختمان شما، جایی که ساختمان و چقدر مکان دارین میتونه تغییر باشه. و یک چیز دیگه هست که چشم پله موقعی و بین دو مارش پله باید یک فاصله هم در نظر گرفته شود که این فاصله معمولا 10 سانتی متر در نظر گرفته میشه، 15 سانتی متر، 20 سانتی متر. یعنی تا به حال که من نقشه هایی که دیدم و درسایی را که خواندم و نقشه های زیاد و خیلی انجینرات های زیاد را که دیدیم معمولا بین اینمی 10 و 20 سانتی متر هست. یعنی بعضی 10 سانتی متر، بعضی 15 سانتی متر، بعضی هم 20 سانتی متر میگیره که معمولا در ساختمان هایی که در افغانستان کار میشن شما اگه دقت بکنین 20 سانتی متر زیادتر در نظر میگیره که اینمی به چشم پله حتما ضروری هست و دلیل شامی است که اینمی به خاطر یک آتش سوزی و اینا باعث میشونه که اینمی یک ارتفاع یک چشمی که اینجا هست یک تبادل هوای بین طبقات اینا ایجاد شود و همچنان به نحوی میتونه یکی از تخریب یک قسمت یک پایه یا یک قسمت اینمی زینه اگر تخریب شود باعث میشه که اینمی تخریب در قسمت دیگه از این سرایت نکنه. و همچنان دلایل زیادی هم داره که دلایل تخصصی ایناش هم میتونین سرچ کنین در یا از این جلسه های بپرسین. دلایل زیادی داره، حالا به یک منظور استفاده نمیشه، به منظورهای مختلفی استفاده میشه. حالا میایم اینا را پاک میکنیم روی همون مبحث اصلی که خط گرفتن را پله بود که خیلی این جلسه های بود یک قسمت ممکن مشکل داشته باشه. میایم که چگونه خط بگیریم. خب خط قسمی است که این جلسه های باید حتما یعنی خطی که شما میگیرین تمام اونمو جسمی را که قرار است خط بگیرین تمام اونمو رو پوشش بده. یعنی خط شما باید قسمی باشه اینطور نباشه که یک قسمتی از اونمو جسمی تانه بگیره یک قسمت دیگه نگیره. باید اونمو تمام جزئیات و اندکترین مکانهایی که هم در اونجا وجود داره را اونمو خط شما باید پوشش بده. و چیزش بله و این انتخابش با شماست که کدام نقطه را انتخاب میکنین که از اون خط بگیریم و در هنگام انتخاب کردن مکانی برای خط گرفتن به یک نقطه شما باید توجه کنین که اون خطی که از هر جایی میگیرین باید تمام اونمو جزئیات اونمو جسم شما رو پوشش بده. حالا فرض کنید دایمی راپله ما اینمیزین یک خط میگیریم، ایرم نامش هم میگذاریم خط A. نامگذاری حتما باید از یاد شما نره در قسمت خط گرفتن و موضوع خط گرفتن در ساختمان ها موضوع خیلی مهم هم هست که خیلی باید به این موضوع دقت شد. خب میبینین که این خطی که ما از اینجا گرفتیم اون خاصیت هایی را که گفتیم داره، یعنی تمام جزئیات موضوعات اینمی راپله را پوشش میده، تمام این دونا را قرار میده. مثلا از اینجا یک خطی بگیریم به می طرف نگاه بکنیم تمام اونمو راپله را
پوشش میده. همینی مارش این طرفی را میتونیم بگیریم، همینی مارش رو میتونیم بگیریم، همین که در این قسمت تقاطع یعنی دو مارش یا چوگزی در این قسمت ها چه اتفاق میفته و چه موضوعات وجود داره اینا رو هم پوشش میده. یعنی شما برای فعلا اگر در این زینه نگاه کنین جایی وجود نداره که وقتی که ما در این قسمت از این قسمت مستوی برش عبور بدیم، یعنی جایی وجود نداره، جایی نمیمانه که برای ما نبینیم. این تمام جزئیات اینمی راپله را ما با عبور دادن مستوی برش از اینمی قسمت ما میتونیم ببینیم. شما مثلا فرض کنید اگر اینمی مستوی برش را اگر از قسمت عبور میدادین، این فرض کنید این قسمت عبور میدن. خب ولی اگر شما این مستوی را از قسمت عبور بدین، یعنی به این معنی است که شما در این قسمت استاده اید و به او طرف نگاه میکنید. وقتی به او طرف نگاه کنید از اینجا اگر مستوی برش بکنه، شما فقط یعنی اونم قطعی اینمی چندین پله که اینجا هسته وجود داره اینمی رو میگیرین، دیگه چیزی رو نمیگیرین. مثلا این در قسمت ها چشمای پله چه اتفاق میفته نمیگیرین، این قسمت نمیگیرین و همچنین این را پله رو که بیخی نمیبینین، پس اینمی قطع درست نیست. یعنی تمام اینمی جزئیاتی از این راه پله را در ما مشخص نمیکنه. به همون خاطر لازم است که ما از اینمی قسمت یک خط بگیریم که تمام اینمی جزئیات از این راپله را بر ما نشان میدیم. خب بریم روی ترسیم خط، چگونه خط ما را رسم کنیم. معمولا خط ها توسط کنسترکشن لاین زیادتر از اونها استفاده میشه و بدون از اون کاربرد بسیار زیاد است. بدون از اون قطع ما نمیتونیم رسم کنیم. اول اینمی یک سطح را انتخاب میکنیم که بالای از اون سطح ما قرار است که اینمی قطع خود ترسیم بکنیم. خب یک خط افقی را ما اینجا ترسیم مونیم. خب البته میتونیم قطع در قسمت پایینی از این بگیرید، قسمت بالاش بگیرید، هیچ کدام فرقی هم نداره که شما در کدام قسمت میگیرید. خب این سطحی است که صاحب گرامی سطحی است که ما قرار است که اینمی خط از راپله را در این نظر بگیریم. فرض کنید اینمی خطی که اینجا میبینید اینمی اونم خطی چیز هست، کف زیرزمین هست. شما مثلا یک پلان دارین، یک ساختمان دارین، راپله از قسمت زیرزمین شروع میشونه و اینمی خط را فرض کنید اونم سطح زیرزمین هست، اونم روی طبقه زیرزمین هست که این راپله را ما میخوایم شروع بکنیم و خط بگیریم. خب ابتدا اینمی اندازه کلی اینمی زینه را ما بالا اینمی سطح انتقال میدیم. این اصل در تمام قطع گرفتن های چی مثلا نمای ساختمان باشه و هر موضوع دیگری که شما قطع میگیریم ابتدا حتما یک اینمی چیزه اونمو اندازه کلی اونمو جسمتان اول روی سطح انتقال بدین تا یک دیدی بازتری نسبت داشته باشین و در جریان قطع گرفتن دچار مشکل نشوید. خب ما یک ورتیکال لاین را اینجا در نظر میگیریم از اول راپله تا آخر راپله که یک دیدی داشته باشیم راپله ما مثلا چقدر خواهد بود و کدام فاصله تا که اشتباهی صورت نگیره. خب اینالی در قدم دوم کاری که باید انجام بدیم اینی هست که ما میایم قسمت های چوک زینه را هم مشخص میکنیم. vertical line قسمت های چوک زینه را هم مشخص میکنیم و بعد خود حالا شما اگر دقت بکنید این دو خط ما اونمو اندازه کلی راپله هست. یک رنگ دیگه تغییر بدیم. دو تا خط سبزی که وجود در اندازه کلی راپله هست و دو تا خط
دیگی که در اینجا وجود داره به رنگ نارنجی، این اندازه چوگاه زین است. یعنی ببینید ما در اینی قسمت و اینی قسمت راه پله نداریم. ببینید اینجا دقیقا این قسمت چوگ است، اینجا هم چوگ است، هیچ راه پله وجود نداره. اینجا ما همین رقم وقتی که شما ترسیماتان انجام میدین دیگه این قسمت ها شما راه پله اجازه ندارین بکشید. راه پله فقط در این قسمت وسط کشیده میشونه که ما در نظر میگیریم. خب این حالی تمام اینمی فواصلی که راه پله ها در اینجا وجود داره را روی اینمی سطح زیرزمین یا هر سطحی را که شما فرض میکنید انتقال میدیم. کنسترکشن لاین، ورتیکال لاین را از انتخاب میکنم. خب ببین تمام اینمی سطوح و اینی فواصلی که این راه پله ها از هم داره ایره انتقال میدیم بالا اینمی سطح. دقت کنید هیچ موردی هم باقی نمانده و تمام نیوزینا رو ما انتقال میدیم بالای سطح. خب این حالی این رسایبای نازنین وقتی که ما اینمیزی طرف میبینیم اولین چیزی که میبینیم اینمی یک راه پله هست که از فرض کنید از سطح اونمو کفی زیر زمین حرکت کرده. خب اول اونمو راه پله را میبینیم که از کف خسته، درست؟ از کف شروع شده و بعدا این راه پله آمده به طرف ما را اینی راه پله این قسمت وصل کرده روی کف طبقه همکف. شما ببینید این زیرزمین هست، زیرزمین از این شروع شده ما میایم راه پله در این قسمت و از این قسمت میایم روی از این راه پله و در این قسمت ما میرسیم روی کف طبقه اول یا همکف. خب این قسمت همون زیرزمینی که گفتیم فرض میکنیم اناله. اینال اینجا رسایبای گرامی اونمو ارتفاعاتی که اینمی هر یک از این راه پله داره را اینجا انتقال میدیم. ارتفاع ما پیشتر گفتیم که ارتفاع ما در اینجا معمولا همون 15 سانتی را در نظر میگیریم و هر یک نور 15 سانتی را ما در اینجا انتقال میدیم. لاین را انتخاب میکنیم 15 سانتی اینم ارتفاع را میدیم 0.15 سانتی متر. خب 15 سانتی متر به طرف بالا رفتیم و حالا این عمود در این نقطه وصل میکنیم دیگه. خب اینی فرض کنید شما اینی ارتفاع راه پله شماست که ما معمولا اون گفتیم که 15 سانتی در نظر میگیریم و اینی اونمو عرضی چه اونمو عرض راه پله شماست که ما گفتیم اون از 30 سانتی در نظر میگیریم. یک دایمنشن هم میزنیم اندازه گذاری میکنیم ببینیم که ببینید اینجا 15 سانتی متر و این فاصله چند هست؟ 30 سانتی متر. یعنی دیگه لازم نیست که مثلا وقتی ما 15 سانتی متر ارتفاع را انتخاب میکنیم مستقیما اون رو میاریم در خط کنسترکشن لاین که این طرف است وصل میکنیم دیگه، چون فاصله از اون 30 سانتی متر است لازم نیست که 30 سانتی متر دیگه وارد کنیم. خب باز ادامه میدیم لاین ترسیم میکنیم از این قسمت 15 سانتی متر میریم بالا 15 سانتی متر و باز دوباره به اینجا وصل میکنیم. خب اینی روش شما میتونید رسایبه نازنین ادامه بدین امی رویشن که 15 سانتی متر به طرف بالا بعد بیارین در اینی خط وصل کنید. این رو ادامه میتین یا ای که یک کاری آسانی که میکنیم همه اینی چیزایی که رسم کردیم انتخاب میکنیم کاپی مونیم که تو به نظر ما ساده هست و وقت کمی رو هم در نظر میگیره. خب F8 هم میزنیم تا ای که ببینید به همین. خب این حال اینجا رسایبه گرامی همونطور که شما میبینید یک مشکل پیش آمد. ببینید مشکل چی هست؟ مشکلی که هست که اینی قسمت ها برآمدگی آمد در حالی که اینی برآمدگی نباید باشه. یعنی تمامی فاصله بین تمام اینی خطوط
فاصله بین تمام این خط باید 30 سانتی متر باشه و این وقتی که اینجا 30 سانتی متر هست ببینید بررسی کنیم ببینید مشکل در کجا هست که این چیز همچین مشکل پیش اومده. ببینید این حسابا اینجا چقدر هست، اینجا 30 سانتی متر هست، اینجا 28 سانتی. همونطور که ببینید اینجا حسابا مشکل در اینجا هست که خب مشکل ما اینجاست که این صاحبای گرامی اینی راپلای ما اگه دقت بکنین فواصل اینی راپلا مجبور هستیم اینا را پاک بکنیم و از این قسمت راپله خود اول درست بکنیم. اینی ما گفتیم که این فواصل بین این راپلا ها و عرض هر یک از راپلا ها باید 30 سانتی متر باشه، 30 سانتی نیست. به اون خاطر اون مشکلی که در اونجا شما دیدین یک مقدار پیش برآمدگی به وجود آمد این میزی خاطر است. این ما اینا رو میبینیم که همین گپی که گفتیم واقعیت داره یا نداره. خب این 30 سانتی متر، این 28 سانتی متر دیدین این حسابی یعنی این برابر نیست. خب یعنی اون عرض راپله ها با هم برابر نیست، پس لازم هست که ما اینا را چیکار بکنیم، اینی میره برابر بسازیم. خب دیگه کار ما حالا خیلی زیاد هم شد، خب مشکل نداره. اینا رو پاک میکنیم. آفست 30 سانتی میگیریم، هر یک از اینا رو آفست میکنیم. چون ما اینمی راپله رو اینجا صاحبا برای 3 متر در نظر گرفته بودیم و 3 متر یعنی ارتفاع 3 متر، در ارتفاع 3 متر حالا 20 تا راپله لازم هست، 10 تا راپله در یک طرف، 10 تا راپله دیگه در یک طرف. یک حساب بکنیم چقدر شد، 1 2 3 4 5 6 7 10 تا شد، کامل شد. پس ایرم قسمت میبندیم. خب یا اینی میرم میگیریم میرور میکنیم در این طرف میرسیم. میرور میکنیم در این قسمت F8 فعال. خب این شد از این. یک آفست اینجا میگیریم، آفست 30 سانتی و زیر فیلت میکنیم. این نشانه ها رو هم انتقال میدیم در قسمت آغاز. خب باید اینا رو ما قبلا چک میکردیم، آماده میکردیم، ولی خب ما فکر کردیم که این راپله ما آماده قد گرفتن هست، از خاطر مقدار طولانی خواهد شد. پس همین شما بخشش باشه. خب این راپلای ما میبینیم که آماده هست، ولی این قسمت 120 سانتی نخواهد بود. خب اینجا میبینید که 1 متر و 4 سانتی است. این یک مقدار هم افزایش میدیم، زیادتر میکنیم تا اینکه اون استاندارد لازم تا اینجا هم در نظر گرفته شده. این رو موو میکنیم به اندازه مورد نظر. خب 1.4 سانتی متر ما برای فعلا داریم، به خاطر که 1.20 شود 16 سانتی متر دیگه این رو انتقال میدیم تا فاصله ما 1.20 شود. میبینیم 1.20 شد. ببخشید میبینیم که 1.20 میبینیم که این فاصله هم 1.20 شد. خب قسمتش هم اکستند میکنیم. خب
راپل ما ولی فعلا این جلسه ما آماده هست و حالا میریم روی خط گرفتن. یک کافی میکنیم میاریم این طرف هم قرار میدیم تا که همون کپی بیشتر اندازه کلی ما مشخص باشه. کنسترکشن لاین را رسم میکنیم، ورتیکال لاین اندازه چوک های ما را مشخص میکنیم و موقعیتی که قرار است در اونجا راپله ها ترسیم شود تا برای ما مشخص شود و یک دید کلی خوب تری نسبت به او داشته باشه. عرض راپله ها را توسط کنسترکشن لاین انتقال میده روی سطح. تمام راپله ها هیچ کدام نباید باقی بمانه و همچنین اگر به مشکلی که مثل مشکلی که پیشتر ما سر خوردیم نگران نباشید. حتما مشکل شما در این قسمت است و اگر به همچون مشکلی سر خوردین یک بار بیاین راپله هایتان اندازه ای که اینجا در نظر گرفته بودین رو چک بکنین تا اینکه تفاوتی اندازه وجود نداشته باشه. این مشکل ممکن زیاد پیش بیاد و شما نگران نباشید و میتونین کاری بکنین بیاین را چک. خب بازم همون اصولی که گفتیم 15 سانتی متر به طرف بالا، بعد میاریم تا این قسمت عمود وصل میکنیم. بعد حتما عمود شد، اگر عمود نمیشه بازم در قسمت راپله برای شما مشکل ایجاد میکنه. درست باز 15 سانتی متر به طرف بالا باز میاریم این قسمت وصل میکنیم. خب یا امی روالی که امیالی 15 سانتی متر به طرف بالا موریم وصل میکنیم در خط دیگر را ادامه میدین، یا ای که این انتخاب میکنین و کاپی میکنین که این کار سریعتر و خوبتر است به نظر من و F8 میزنیم تا اینکه خب میبینین اینجا صاحب گرامی اینیشی دیگه ببینید این یک راپله این طرف آمد. درست این خیلی ادامه میدیم تا این قسمت هم این قسمت. خب این رسایب گرامی اینیمی راپله ما ترسیم شد. اینیمی راپله ما اینیمی مارش اولیش اینالی ترسیم شد. خب اینالی برای ای که اینی قسمت هم ترسیم کنیم مارش دو میشه دیگه کار ما بسیار ساده است دیگه. لازم نیست که شما مثل ازی خب خودتانه به در سر پرتین و کاری که میکنیم امیالین خطوط راپله رو کلان حذف کنیم. یعنی تمامی از این راپله که این قسمت است انتخاب میکنین و میرور میکنید با اینی مرکزیت. ببینید F8 هم فعال، ببینید این راپله هم خودش. خب ببینید رسایب گرامی وقتی من این رو میرور کردم دقیقا اینی میرور من در اینجا قرار گرفت بالا اینی خط چوک زینه. حالا اگر شما مثلا اینی تفاوت فاصله داشته باشین مثل دفعه اولی که از ما شد یا مثلا حتی ذره هم تفاوت بکنید دیگه دقیقا این خط در اینجا روی این خط قرار نمیگیره. یعنی این اندازه شما بر هم مخوره و یک رقم سردرگمی رو برای شما ایجاد میکنه که خب مشکل خوبی نیست. شما حتما دقت بکنید به این چیزایی که میاد خوب شد. البته خوب شد ما به مشکلی که سر خوردیم خوب شد که سر خوردیم تا اینکه شما رو حل چالش بتون پیدا کنید. خب میبینین که این قسمت هم هست، لاین هم از این قسمت رسم میکنیم که چوک زینه باشه. خب این صاحبای گرامی این یا چوک زینه است. درست. خب این خطوط پاک میکنیم تا دیدیم ها بازتر شد. ببینید اینی همون چوک زینه است که 120 سانتی ما در نظر گرفتیم. ببینیم یا 120 سانتی هست یا آخر میبینیم 120 سانتی است. این اون چوک زینه هست که در اون قسمت زیرزمین شروع میشه که معمولا در این چون مطرح نیست در زیرزمین بزرگ یا خلاص از هر طرفش که بیایه. خب اینجا این قسمت هم چوک زینه هست، چوک در قسمت وسطی ارتفاعی هست. درست. این هم یک اندازه میگیریم ببینیم که همون استاندارد بله این هم 120 سانتی متر هست و این هم اگر اون مشکلی که برای ما پیش آمد رو حل نمی کردیم یا حالی برای فعلا اینمی اندازه های ما اندازه های یکسان نمی بود. خب کار ما بازم تا اینجا تمام نشده.
برای که کار خود تمام بکنیم حتما باید نشان بدیم که چه موادی در اینجا استفاده شده. خب یک خط را رسم بکنیم دقیقاً به این قسمت های عمود شده و قاط شده راپله ها. ببینید خودت را با این خاصیت رسم میکنیم، در این قسمت پایین هم رسم میکنیم. خب این اینجا صاحبای گرامی اینمی سلب یا این مارش زینه که هست معمولا بین 12 تا 15 سانتی متر سلب داره یا اونمو کانکریت ریزی داره، درسته؟ اینمی اندازه رو ما اینجا انتقال میدیم، مثلا ما رو 15 سانتی متر انتقال میدیم. ببینید خب شما میتونید رو تجربه کنین. اما قسمتی که راپله عمود شده یه هست شما برین سلبش اندازه گیری کنین، بین 12 تا 15 سانتی متر وجود داره. خب این خط اضافی هست، خط اضافی بود که ما مثلا با استفاده از تانستیم که این ضخامت از سلبی که زیر از راپله هست ترسیم بکنیم و حالی که فاصله را گرفتیم دیگه اونا رو پاک میکنیم. و همچنین خود سلب هست که معمولا یه 15 سانتی متر هست، یعنی سلبی از چوبای زینه. خب این مینا را اکستند میکنیم، اکستند و اکستند. خب فکر میکنم که تقریبا تمام هست، ولی یک موضوعی که وجود داره اینی هست که ببینید در این قسمت یک نکته وجود داره اینجا صاحبا. اولین راپله‌ای که شما میبینید یعنی راپله‌ای است که از سطح زیرزمین شروع شده و به اینی طرف میره، به طرف طبقه همکف. پس در اینی قسمت اینجا صاحبا اینی خط را نمیبینید، یعنی اینی راپله را نمیبینید، درست؟ چون اینی وقتی از اینجا نگاه میکنید شما فرض که این قسمت که اون طرف نگاه میکنید اینی ارتفاع یا اینی راپله پیش از این راپله رو میگیره، پیش از این که بگیره شما قابل دید نیست. خب این رو بیاریم اینجا چه رقمی نشان میدیم اینجا صاحبا، این رو به این صورت نشان میدیم. شما ببینید اونو خطی که در اینجا بود رو پاک کردیم. شما ببینید اینه وقتی که شما از اینجا میرین به طرف بالا اینی سلب را میبینین، اینی سلب را او طرف اینی سلب یک ارتفاع هست، یک زینه هست که مربوط اونمو هست که پشتی از قایم شده او را نمیبینین. برای نشان دادن از او اینی خطی که اینجا هست را پاک کنیم، درست؟ اینی سلب به او طرف میره دیگه، اینی چوک به او طرف میره، یک مقدار او طرف میریم، بعد اینی شروع میشونه که اون یک راپله که هست یک ارتفاع که هست رو ما نمیبینیم. خب این در صاحبا این قسمت هم ببینیم که چگونه هست. این قسمت هم میشه را باید پاک کنیم. این هم پاک شد. اگر خب اینجا البته یک موضوعی وجود داره که اگر این راپله ما ادامه پیدا کنم، ببینید این موضوع هم خوب است که بگویم تا اینکه خب اینمی قطع یک این راپله رو یاد بگیریم دیگه کار شما سخت‌ترین چیز در قطع گرفتن این موضوع راپله است. راپله رو که یاد بگیرین معمولا قطع ها که هست از راپله ها گرفته میشه دیگه، تمام قطع گرفتن شما خودتان استاد میشین یاد گرفتن. به این خاطر من این را کمی بیشتر از این موضوع میگم. فرض کنین حالا این راپله یک دوست راپله دیگه هم هست، یک میرور میگیریم این رسم F8 میدنیم. خب این حال اینجا رسایی با اینجا فقط این را یک ترسیم بکنیم. این را شما فرض کنید به خاطر یک نکته در اینجا وجود داره اون امور من برای شما بگویم، فقط صرفا به همین خاطر را رسم کردیم.
ادامه دادیم. به همین خاطر که این نکته اینجا وجود داره من برای شما بتونم را بگویم. خب اکستند میکنیم، اکستند و تمام. خب این خط اضافی را هم پاک. خب این از اینجا این صاحبا وقتی از طرف سطح به طرف بالا میری، اینی زینه به این طرف است، یعنی به طرف خودتان میال پشت کامپیوتر که نشستین، پشت تلفن نشستین، اینی میزینه به طرف خودتان است، اینی زینه او طرف است. این از چاوگه کمی او طرف تر میری، بعد روی از زینه بالا میشه. خب ده این قسمت چه رقمی است؟ ده این قسمت ده رقمی است که این صاحبا اینی زینه او طرف است و اینی زینه طرف خودتان است، اینی زینه طرف خودتان است. پس چیکار میکنید؟ اینی کارا میکنید، اینی خط پاک میکنید. ببین اینی زینه، اینی راپله طرف خودت هست، کامل معلوم میشه. اینی راپله او طرفی از این راپله است، او طرف از این راپله هست و یک تا از این زینه های از این او طرف معلوم نمیشه. پس نکته ای که وجود داره در راپله اینمی نکته هست که در نظر بگیرین در اینمی قسمت. خب که یه وقت اینمی طرف بالا میرین، اینمی زینه که به طرف خودتان است، اینمی خطی که در اینجا وجود داره این پاک میشه و در این قسمت، یعنی یا مثلا اگر رای ساده تری برای شما بگم اینجا صاحبا ببینید اونم راپله که طرف خودتان است، اونم راپله که طرف خودتان است، اینمی تو یک لخت هست دیگه، این خطوط متوید بینش وجود نداره. ببینید این قسمت، ولی اینی راپله چون به طرف خودتان نیست، این راپله چون به طرف خودتان نیست، او طرف از راپله است، اینی خط وجود داره، اینی خط وجود داره. و ببینید باز اینی راپله به طرف خود شماست، همین طرفی که شما لازم مثلا در کامپیوتر یا تلفن میبینین همین ویدیو را، اینی راپله به طرف خودتان وجود داره. به طرف خودتان که وجود داشته باشه دیگه این خطوط معنا نداره، این خطوط پاک میشه. این نکته هم بود که وجود داره و اینی هم از قطع از راپله. خب یک میمانه موضوع حجی از اینا که را حج هم میتونین شما خودتان براحتی حج بدین و کاری فکر نمی کنم که مشکلی باشد. خب خط زینه ما ترسیم شد. البته اینی خارج از موضوعی ما بود که پاک میکنیم. خب که اشتباه شد. این موضوع اضافی بود که اینا را پاک میکنیم و برای فعلا هم راپله ما آماده هست و خط راپله ما تمام است. خیلی ممنونم این رسابه ناظرین که این ویدیو رو تماشا کردین. حتما برای حمایت از ما کانال ما رو لایک سابسکرایب کنین، حتما از یادتون نره و همچنین سوالی اگر داشتین، پیشنهادی حتما برای ما بگوین. ما تا حد توان و حدی که یاد داشتیم رو حتما در خدمت شما قرار میدیم. جور و صحتمند باشین. خداوند یار و نگهدار همه این رسایبای نازنین و گرامی.